نفهمیدم نگید، نشنیدم نگید. شعله گلخوجه هستم در روبروی شما و اگر میخواهید بدونید که در جهان و تاجیکستان امروز چی گذشت، پس در برنامه خبری رادیو آزادی در پخش مستقیم ما را همراهی کنید. بعد از 2.5 ساعتی دیگر در آزادی ویدیو یوتیوب کانال مخصوصی ما در یوتیوب و البته در www.azadi.org وبسایت رسمی ما. در برنامه امروز چی داریم؟ پول نفقه خوران کجا شد؟ جنجال آژانسی نفقه با تاجیک صادرات بانک بست و به دادگاه کشید. دو پهلوی یک ترازو، آیا تاجیکستان به سازمان اوراسیا شامل می شود یا نه و عضویت به این اتحاد برای تاجیکستان چی می آورد؟ ما هم انسان هستیم. افراد خونسا میگویند که از آزار و تحقیر خسته شدند. در پاکستان حتی چنین آدمان را میکشتند. دزدی از قبرستان، صلیب سر گورها را در ناحیه یاوان کی و به کجا برده است؟ به ما شانس بدید. لوله ها در ولایت ختلان تیم فوتبال را تشکیل کردند اما میگویند میدان ورزشی ندارند. این تنها چندی از خبرگزاری ما است که در برنامه خبری امروز تقدیم شما عزیزان میکنیم. خبرگزاری بیشتر در پیش است، ما را همراهی کنید.